شاید فرهنگ دیداری یه ملت بعد از حضور در هر مملکتی، در هر شهری دقت بکنید متوجه میشید که چقدر این فرهنگ نهادینه شده در کالبد فرهنگی این ملت. کاملا میتونی ببینید سری از کارشناسای مختلف رو به کار گرفته که خب در واقع به شکل جمعی راجع به کارها تصمیم میگیرن و هنرمندا رو انتخاب میکنن. اما نگاه تیت مدرن، اون چیزی که متفاوتش میکنه از تیت بریتین و سایر موزه اینه که نگاه رو به جلوه، یعنی سعی داره که کشف‌های تازه بکنه، آدم‌های بزرگ مختلفی رو خودش معرفی کنه به